بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوستان عزیز، این به حمد الله رب العزت و الجلال حلقه پنجم ما و شماست که در این حلقه باز شرح که در اول درس گذاشته بودیم سوره قصص آیه 68 یخلق ما یشاء و یختار با صحبت خواهیم کرد. الله رب العزت والجمین، الله رب العزت والجلال این دنیا را خلق کرد. در 6 روز این عالم را خلق کرد. خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش. در مدت 6 روز این زمین و آسمان را الله کاملا خلق کرد و از بین این زمین و از درون این زمین یک مکان معین را اختیار کرد، دوست داشت و بر خودش این زمین را برگزید و بر این زمین و بر این شهر و بر این مکان الله فضل داد، کرم داد، برکت داد که در دیگر شهرها و در دیگر زمینها وجود ندارد، تنها در این زمین است. و این از اختیار الله است، از قبول کردگان الله است. و این زمین و این مکان بلد الحرام می باشد. بلد الحرام یعنی شهر حرام، شهر مکه مکرمه. شهر مکه مکرمه را بلد الحرام می گویند. بلد الحرام، حرام به معنای این است که در درون این شهر صید کردن و در درون این شهر گناه کردن و در درون این شهر بی‌عدلی و ظالمی کردن، یا که در درون این شهر شاخهای درختان این شهر را شکستن حرام است. البته گناه در دیگر شهرها و مکانها هم حرام است، اما در اینجا عذابش سخت‌تر و زیادتر خواهد شد که در مسائل آینده بیان خواهیم کرد. الله رب العزت والجلال این شهر را به نبیش محمد صلی الله علیه و سلم اختیار کرد و این شهر را مکان مناسک به بندگانش کرد و به تمام بندگان مسلمانش فرض و واجب کرد که به این شهر بیایند، عبادت بکنند، حج را انجام بدهند. از تمام دنیا کل فج عمیق. و به این شهر تمام مسلمانانی که داخل می شوند در حالت خاکساری داخل خواهند شد، متواضعین، متخشعین، متضللین، خاکسارانه، ترسان از الله رب العزت والجلال و گناهشان را اقرار کنان به این شهر داخل خواهند شد و سرهایشان کشاده. یعنی به شهر مکه عادتا همه به احرام داخل می شوند که در احرام پوشیدن سر به تاقی یا که به یک چیزی دیگر به مردان حرام است، اما به زنها جایز است. به زنها فرض است که همیشه حجاب را در سر داشته باشند، اما مردان وقتی که احرام می بندند به شهر مکه مکرمه باید سرشان کشاده باید باشد داخل شوند. متجردین عن لباس اهل دنیا، همه اون کسانی که به این شهر می درآیند از لباس اهل دنیا دور هستند، با یک لباس یک نمود که احرام است، یک ریدا دارد و ازار دارد، به اینجا داخل خواهند شد. و این شهر را الله رب العزت والجلال حرام قرار داد
امن قرار داد. در این شهر خون ریخته نخواهد شد و در این شهر درخت شکسته نخواهد شد و در این شهر صید کرده نخواهد شد. صید یعنی به معنای شکار. در این شهر، شهر مکه، صید جایز نیست. در همه شهرها جایز است، در این شهر جایز نیست. ولا یختل خلاه. خلاه یعنی شکسته نخواهد شد. خلاه این یک کلمه عربی است که به معنای نبات رطب. بعضی علفهای کبودی که در این شهر هست، شکستن این هم در این جا جایز نیست. و چیزی که در این شهر لقطه می شود، لقطه یعنی چیزی که به زمین می افتد، پول یا چیزی دیگر، وقتی که انسان می یابد به خودش گرفتنش اجازت نیست. و این شهر را الله رب العزت و الجلال مکفر الذنوب داد. هر کسی که قصد این شهر را می کند، هر کسی که نیت این شهر را می کند، الله گناهش را می بخشد و تمام کمبودیش را نابود خواهد کرد و خطاگیاش را محو و پنهان خواهد کرد. چخیلی که در حدیث صحیحین یعنی متفق علیه، که بالاترین درجه حدیث متفق علیه هست، قوی ترین حدیث. معنای حدیث صحیحین یا که متفق علیه این است که این حدیث را هم امام بخاری رحمت الله علیه و هم امام مسلم رحمت الله علیه روایت کردند. به خاطر همین این حدیثی خیلی هم قوی هست. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. پیامبر میگویند که هر کسی که به این خانه آید، یعنی بیت الله کعبه آید و در این شهر فلم یرفث، رفث نکند. رفث چیست؟ رفث یعنی بزن خود نزدیکی نکند. در حالت عمره یا که حج بودن، در حالت این عبادت بزن خود نزدیکی نکند. ولم یفسق، و در اینجا فسق و فسوقی نکند. فسق یعنی گناه انجام ندهد، خلاف سنت و خلاف امر رسول الله، امر را اجرا نکند. مسلمانی واقعی باشد، از غیبت و حسد و کینه و عداوت و از همه بدی ها دور باشد. رجع کیوم ولدته امه، از این شهر به شهر خودش باز میگردد چنانی که یا که گویا که از مادر خود دومین مراتبه تولد شده است. سبحان الله. این فضلی که این شهر دارد در حقیقت در یگان شهری روی دنیا وجود ندارد. هر کسی که به اینجا می آید اگر رفث و فاسقی نکند، بعد از عبادت عمره کردن یا که حج کردن مثل کودک بیگناه می شود. به خاطر همین است که وقتی که حاجی‌ها باز می گردند من و شما زیارت می کنیم، چرا که اونها بیگناه انشاءالله شده اند، اونها اولیاء الله شده اند. زیارت کردن اونها به من و شما ثواب می شود. پس این فضل این شهر است. دیگر یگان شهر در روی دنیا وجود ندارد که وقتی که به اونجا رفتید و عبادت کردید شما مثل کودک بیگناه بشوید. این حدیث چخیلی که بیان کرده متفق علیه هست. بخاری و مسلم رحمت الله علیهم این حدیث را روایت کردند. و الله رب العزت و الجلال قصد کننده این خانه را جزایش را فقط جنت گفته است. چه خیلی که در سنن از حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه آمده است که گفتند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم تابعوا بین الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة. حدیث صحیح است. امام ترمذی رحمت الله علیه در سننشان روایت میکنند و امام احمد در سننشان در باب کتاب حج هر دوشان روایت میکنند و این حدیث در سنن احمد با از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است و در کتاب ابن ماجه هم این حدیث روایت شده است. از ابن عباس نسائی هم روایت میکنند. حدیثی صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ای مسلمان ها،
بین حج و عمره متابعت بکنید، یعنی زود زود شما حج و عمره بکنید. سبحان الله، خوشا به حال شخصی که حج و عمره را کرده می ایستد و تعجب می کنم به حال اون شخصانی که پول دارند و مال دارند اما حالا هم تا این وقت هم این مکان مقدس را زیارت نکرده اند، به این فضل بزرگ، به این نعمت بزرگ موفق نشده اند. الله اونها را موفق بکند و مسلمانان را هدایت بکند. بین حج و عمره شما حرکت بکنید که زیاد کرده استید، حج و عمره را زیاد کرده استید. پیامبر میگویند چرا که حج و عمره ینفیان الفقر و الذنوب، غمبغلی را، فقر را و ذنوب، گناه و معصیتی که شما کرده بودید این را محو و نابود خواهد کرد. وقتی که حج میکنید گناه شما نیست میشود و غمبغلی شما، فقر شما نابود خواهد شد. فقر در اینجا فقط فقر پول و مال نیست، فقر علم است. این چنین وقتی که انسان به حج می آید حتی خیلی هم علم می آموزد. چقدر علم می آموزد؟ علم خداشناسی، علم محبت، علم صبر، علم شکیبایی، علم دوست داشتن مسلمان ها، علم عشق. چنانه که کیر یک موادی که افلاسی را از آهن دور می کند، چنانه که کیر می گوید خبز و افلاسی آهن و طلا و نقره را نیست می کند، حج و عمره گناه شما را این طور نابود خواهد کرد. ولیس للحجة المبرور ثواب دون الجنه، برای حج مبرور ثواب نیست مگرم جنت. وقتی که حج شما حج مبرور شد، موافق سنت شد، با محبت شد، شما جزایتان جنت است. از ابی هریره رضی الله عنه در حدیث صحیحین دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند العمره الى العمره کفاره لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. از این عمره تا اون عمره این کفاره گناه های شما است، نابود کننده گناهان شما است و حج مبرور جزایش نیست مگرم جنت. حدیث متفق علیه است. اگر این شهر بلد الحرام مکه مکرمه بهترین شهر در نزد الله نمی بود، دوست داشترین شهر در نزد الله نمی بود، اختیار شده ترین شهر در نزد الله نمی بود، این شهر را الله مناسک حج، مناسک برای تمام عبادتش بندگانش قرار نمی داد و این شهر را زیارتش را به مسلمانان فرض نمی کرد. حتی الله ارکان اسلام را در حج کردن خانه الله گذاشته است. ما 5 رکن اسلام داریم. یکمینش لا اله الا الله محمد رسول الله، دویمینش اقامت الصلاة، ایتاء الزکات، دادن زکات، داشتن روزه و ایتاء الحج او قصد بیت الله و بجا آوردن حج که این از رکن و ستونهای دین است. الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان در 2 مکانش، در 2 جایش با این شهر قسم خورده است. الله عادتا در علم قرآن عظیم این است که الله با چیزهای بزرگ، با اون چیزهایی که در نزد الله اجر و خود اجر دارد، بزرگی دارد، عظمت دارد، قسم میخورد. الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هذا البلد الامین. سوره تین آیت 3. یعنی قسم به این شهر امین. امین یعنی امن کرده شده، امن است. و این چنین الله رب العزت و الجلال میگه لا اقسم بهذا البلد، یعنی قسم به این شهر. لا اقسم به معنی قسمیت که سوره بلد آیت 1 است.
حافظ ابن الجوزی ابن القیم جوزی نیستند، ابوالفرج الجوزی هستند که در کتاب زاد المسیر میگویند لا اقسم بهذا البلد، کلمه لا معنای نه را میدهد، اما در این آیت لا دخلت توکیدا، برای تأکید کردن قسم می‌دارد. لا اقسم بهذا البلد، یعنی البته من به این شهر قسم خواهم خورد، قسم میخورم. اینچنین ابن کثیر از مجاهد رحمت الله علیه این روایت را میکنند و ابن کثیر رحمت الله علیه میگویند هذا قسم من الله تبارک و تعالی بمکه ام القرى، این آیت دلالت به قسم خوردن الله رب العزت و الجلال با مکه میکند، حتی که الله مکه را ام القرى، مادرهای تمام شهرهای روی دنیا ذکر کرده است و با این شهر خیلی که بیان کردیم قسم خورده است. و این اختیار الله را، فضل کردن الله را به این شهر نشان میدهد. در روی دنیا یگان بقعه و یگان مکانی نیست که در اونجا سعی کرده شود، طواف کرده شود، مگرم خانه کعبه که در مکه وجود دارد. و در روی دنیا هیچ مکانی نیست که از نظر شریعت اجازت شده باشد که ببوسید و سلام بدهید مگرم خانه کعبه، حجر الاسود و رکن الیمانی. بوسیدن حجر الاسود و سلام دادن به حجر الاسود و رکن الیمانی با حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عبادت است. اما این چنین عبادت در روی زمین دیگر وجود ندارد. امروزها مشاهده می شود که در بعض اماکن از سبب به علم بودن و جهالت بعضی از مسلمان ها مزار را یا قبر را که قبر اولیا باشد یا قبر دیگر کسی بوسه می کنند، مسح می کشند، از این قبر طلب می کنند. این حرام است. این خاصیت تنها در خانه بیت الله الحرام کعبه وجود دارد. بوسیدن خانه کعبه، بوسیدن حجر الاسود، سلام دادن بر اینها، این سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که میگویند ان الصلاة فی المسجد الحرام ب100,000 صلاة، نماز خواندن در مسجد الحرام یعنی مکه مکرمه در مسجد الحرام برابر 100,000 رکعت نمازی که در غیر این مسجد خوانده می شود. یک رکعت نماز شما در خانه بیت الله الحرام 100,000 رکعت حسابیده می شود که این حدیث صحیح است، در سنن نسائی و مسند احمد به اسناد صحیح آمده است. و این چنین از عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند صلاة فی مسجدی هذا افضل من 1000 صلاة فی سواه الا المسجد الحرام. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که نماز خواندن در مسجد من، یعنی در کدام مسجد؟ مسجد نبوی، مسجدی که خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی این مسجد است، مسجدی که در مدینه وجود دارد، یک رکعتش معادل و برابر 1000 رکعت خواهد شد. گفتند غیر از مسجد الحرام که یک رکعت در مسجد الحرامی که در مکه هست، خانه کعبه هست، یک رکعت خواندن نماز در اونجا 100,000 رکعت خواهد شد. که این حدیث هم حدیث از سنن نسائی هست و این چنین احمد رحمت الله علیه، امام احمد این حدیث را به اسناد صحیح ذکر میکنند و ابن حبان این حدیث را صحیح گفتند. و این دلالت میکند که مسجد الحرام بهترین مسجد در روی عالم است، بهترین زمین در روی عالم است. و برای همین است که شد الرحال، قصد سفر کردن به سوی این مسجد فرض است و بغیر از این مسجد به دیگر مسجدها قصد سفر کردن مستحب است، فرض نیست. اگر قصد سفر کردن به
مزار باشد، به مسجدی که در اون مزار باشد و مقصد شما به مزار باشد، این حرام است. و مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مستحب است، سنت است. و اینچنین به بیت المقدس که یک نماز به حدیث صحیح دلالت میکرد که 250 رکعت حساب میشود، به اونجا هم رفتن مستحب و سنت است. و در بعضی از احادیث آمده است که در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم صحیحش این است که یک رکعت نماز 500 رکعت حسابیده می شود. اینجا گفتیم 1000 رکعت، لیکن صحیحش 500 رکعت. و در مسجد بیت المقدس حدیث آمده است که یک رکعت نماز 500 رکعت، لیکن صحیحش این است که 250 رکعت نماز حساب می شود. در مسند ترمذی، در سنن ترمذی و نسائی و در مسند احمد رحمت الله علیه از عبدالله ابن عدی ابن الحمرا روایت شده است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شنیدم که واقف در حزوره بود، در حزوره می ایستاد، این سخن را گفت. حزوره یک موضع از شهر مکه می باشد. یک چیت شهر مکه را حزوره می گویند. در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم راست ایستاده بودند و گفتند والله انك لخير ارض الله و احب ارض الله الى الله ولولا انی اخرجت منك ما خرجت. پیامبر به سوی مکه نگاه کردند و گفتند که قسم به خدا که ای مکه تو بهترین زمین در نزد الله هستی و دوست داشته ترین زمین در نزد الله و به سوی الله هستی. اگر از تو مرا بیرون نمی کردند من از تو بیرون نمی شدم. این دلالت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکه را خیلی هم دوست داشتند، اما از مکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را مشرکان و قریشیان اون زمان بیرون کردند. امام ترمذی میگویند که هذا حدیث حسن صحیح، حدیث حسن و صحیح است. در باب مکه این حدیث روایت شده است. ابن ماجه هم روایت میکنند و اسنادش را صحیح گفتند و اینچنین ابن حبان رحمت الله علیه این حدیث را صحیح گفتند. و اینچنین از خصلت‌های خاصی شهر مکه مکرمه این است که این مسجدی که در این شهر است، بیت الله الحرام، قبله تمام مسلمان هاست. در دنیا یگانه برای مسلمان ها یک قبله وجود دارد که این بیت الله الحرام است، کعبه است، دیگر قبله وجود ندارد. و اینچنین از خصائص‌های دیگرش این است که در حالت حاجت، قضای حاجت کردن، به حمام رفتن، یعنی ما مفهوم ترش میگویم توالت رفتن، استدبار و استقبال، یعنی پیش خود را به سوی خانه کعبه و شهر مکه مکرمه گردانیدن، پشت خود را به این سو گردانیدن حرام است. همه علما اتفاق میکنند که در صحرا، یعنی اماکنی که صحرا باشد، چهار طرفش باز باشد، پیش خود را یا که پشت خود را به سوی خانه کعبه گردانیدن حرام است. اما در خانه اگر شما یک حمام خاص داشته باشید که چهار طرفش محکم باشد، در این مسئله علما اختلاف کرده اند. اکثر علمای اهل سنت میگویند که در خانه هایی که توالت وجود داشته باشد، حمام باشد و چهار طرفی حمام محکم باشد، در این حالت اگر پیش شما یا که پشت شما به سوی خانه کعبه بازگردد هیچ باکی ندارد، چرا که حدیث هایی که پیش انسان را و پشت انسان را گردانیدنش به خانه کعبه را حرام میگوید و دلالت میکند، این در صحرا هست میگویند. اما سخن دوم و قول دوم، این قول اینچنین علمای اهل سنت است که میگویند در همه حالت پیش خود را و پشت خود را در حالت استنجا کردن، حمام کردن، به سوی خانه کعبه گردانیدن حرام است. حمام اینجا به معنای استنجا
قضای حاجت در نظر داریم، نه حمام به معنای غسل. پس ابن القیم الجوزی رحمت الله علیه هم در زاد المعاد این قول را صحیح ترین قول میگویند، یعنی در همه وقت به سوی خانه کعبه در حالت استنجا و قضای حاجت کردن پیش یا پشت خود را گردانیدن حرام است و اصح المذهب فی هذا المسئله. و به این گفتهشان 15 دلیل آورده اند که به ما شرط نیست که هر یک اون را به شما بیان بکنیم و وقت هم به ما اجازت نمیدهد، اما مهم این است که در این مسئله اختلاف وجود دارد. و یکی از خصلت‌های خاص مسجد حرام این است که این مسجد اولین مسجدی هست که بر روی زمین گذاشته شده است. چه خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند و این حدیث در صحیحین متفق علیه روایت شده است از ابی ذر رضی الله عنه قال سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اول مسجد وضع فی الارض. ابی ذر میگویند که از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدم که اولین مسجدی که به زمین گذاشته شده است و بنا کرده شده است کدام مسجد است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فقال المسجد الحرام، اولین مسجدی که به زمین گذاشته شده است این مسجد الحرام است. مسجد الحرام بیت الله یعنی کعبه. قلت یعنی ابو ذر میگویند بار دیگر به پیامبر گفتم که ثم ایو، بعد از مسجد الحرام کدام مسجد گذاشته شده است؟ قال پیامبر گفتند المسجد الاقصی، بعد از مسجد الحرام مسجد الاقصی بنا کرده شده است. قلت کم بینهما، ابو ذر میگویند که از پیامبر پرسیدم که بین مسجد الحرام و بین مسجد الاقصی چقدر مدت بود، بینشان چقدر وقت بود؟ پیامبر گفتند قال 40 عاما، بین مسجد حرام و بین مسجد اقصی 40 سال بود. خانه کعبه را بنا کردند، بعد از 40 سالش مسجد الاقصی را بنا کردند که حدیثی خیلی که بیان کردیم متفق علیه است. و این حدیث قول الله رب العزة والجلال که در قرآن گفته است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکه، این قول الله را شرح میدهد. الله در این آیه میگوید اولین خانه‌ای که به زمین گذاشته شد برای مردم این آن خانه است که در مکه وجود دارد، یعنی بیت الله کعبه. و این حدیث دلالت میکند که اولین مسجد در روی دنیا این کعبه بود و بعد از کعبه مسجد الاقصی. و بعضی انسان ها بر این مسئله اشکال می آرند، می گویند خانه کعبه را ابراهیم علیه السلام بنا کردند که این معلوم است، اولین کسی که خانه کعبه را بنا کرده است ابراهیم علیه السلام. و می گویند که بیت المقدس را مسجد الاقصی را سلیمان ابن داوود بنا کردند و معلوم است که بین ابراهیم و سلیمان 1000 سال است. این را چگونه میفهمیم؟ ما گفتیم که مسجد حرام بعد از 40 سالش مسجد الاقصی بیان کرده شد، اما سلیمان بعد از 1000 سال ابراهیم آمدند. به این چگونه جواب میدهیم؟ میگوییم که سلیمان علیه السلام پسر داوود بنا کننده مسجد الاقصی نبودند، بلکه نو کننده، تجدید کننده این مسجد بودند و تأسیس دهنده مسجد اقصی، پوشنده مسجد الاقصی، بنا کننده اولین مسجد الاقصی این یعقوب علیه السلام بودند. یعقوب پسر ابراهیم، نبیره حضرت پسر اسحاق، نبیره حضرت ابراهیم. خانه کعبه را ابراهیم بنا کردند و
مسجد الاقصی را نبیره حضرت ابراهیم یعقوب بعد از 40 سال بنا کرد و بعد از 1000 سال حضرت ابراهیم سلیمان ابن داوود مسجد الاقصی را نو کرد و این مسجد را بار دیگر با یک طرز دیگر بنا کرد. و اینچنین از فضل و کرم مسجد حرام این است که الله رب العزت و الجلال این مسجد را ام القرى اعلان کرده است. ام القرى یعنی مادر تمام شهرها. خیلی که ما سوره فاتحه را ام القرآن میگوییم. ام القرآن سوره فاتحه مادر تمام سوره های در قرآن، چرا که سوره فاتحه خیلی هم فضل و کرم دارد، معنی های خیلی هم زیاد دارد. این چنین مادران شهر این ام القرى مکه مکرمه می باشد. تمام شهرهایی که در روی دنیا وجود دارد به مکه مکرمه تابع هست، خواه زیبا باشد یا غیر زیبا باشد، چیزی نباشد. و اصل شهرها، اصل قریه ها این مکه مکرمه می باشد. و از خصایص دیگری مکه مکرمه این است که تمام شخصانی که به این شهر داخل می شوند به احرام داخل می شوند، به لباس مخصوص داخل می شوند، که در این مسئله در بین علمای چهارگانه اختلاف وجود دارد و همه اتفاق می کنند که 4 مذهب اتفاق می کنند که کسانی که زیاد به مکه داخل می شوند و از مکه بیرون می شوند، تاجر هستند یا چیزی دیگر که در یک هفته 2 بار 3 بار به مکه داخل می شوند و بیرون می شوند، به اینها ضرور نیست که همیشه با احرام باشند. و اما کسانی که در عمر 1 بار 2 بار 3 بار یا عددهای کمی معین می آیند، به اونها فرض است و واجب است که باید به احرام به این خانه کعبه و به شهر مکه داخل بشوند. خیلی که حدیث مرفوع به این دلالت می کند که از ابن عباس رضی الله عنه این حدیث به اسناد روایت شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لا يدخل احد مکه الا باحرام، به مکه هیچ یک از شما داخل نشوید مگرم در تن احرام داشته باشید. وقتی که احرام داشته باشید به مکه داخل شوید، من اهلها و من غیر اهلها، خواه شما از اهل مکه باشید خواه از غیر اهل مکه. چخیلی که بیان کردیم در این مسئله علما اختلاف میکنند، به 3 قول اختلاف میکنند. بعضی از علما میگویند که همیشه باید به مکه به احرام داخل شد و این فرض است، و بعضی از علما میگویند که تماما فرض نیست، کسی که خواهد به احرام نخواهد به لباسش. و سومین قول را ما کمی پیشتر بیان کردیم که این قول راجح قول سیومش است. و این چنین از خاصیت این شهر مکه این است که گناه در این شهر یک گناه 2 گناه حساب می شود. اگر شما نیت گناه کنید هم گناه حسابیده می شود. سبحان الله، ما در احادیث صحیح داریم که انسان اگر گناه را نیت بکند، قصد بکند، اما این گناه را انجام ندهد، الله یک اجر می دهد. خیلی که در حدیث امام نووی رحمت الله علیه در 40 نووی وجود دارد: من هم بذنب فلم یفعلها فله اجر. هر کسی که گناه را هم بکند، قصد بکند، اما انجام ندهد، یک اجر داده میشد به خاطر اینکه گناه را انجام نداد. اما در شهر مکه مکرمه برعکس است. هر کسی که در شهر مکه مکرمه نه فقط گناه بلکه اگر قصد گناه کند، نیت گناه کردن بکند، فکر گناه بکند، هر یک فکرش گناه نوشته می شود. خیلی که الله رب العزت و الجلال می گویند: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله العظیم. سوره حج آیت 25 می باشد. الله می گوید هر کسی که در این شهر در مکه مکرمه الحاد را خواست، ظلم را خواست، کاری بد را خواست، یعنی نیت کرد و خواست
ما به اون عذاب دردناک را میچشانیم. یعنی خواستن هم، خواستن گناه هم، خواستن ضرر هم در اینجا گناه است. اما در غیر شهر مکه مکرمه این گناه نیست. حتی اگر گناه نقشه کشید و به این نقشه کشیده خود توبه کنید و نروید، ثواب است. و اینچنین تمام گناهان در اینجا زیاد می شود، چخیلی که احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت می کند. برای همین است که انسان هایی که در مکه مکرمه زندگی می کنند مسئولیت خیلی هم زیاد دارند. این شهر شهر عادی نیست. در این شهر نیت گناه است و خود گناه چقدر مضاعف و زیاد می شود. و یکی از خصلت‌های خاص این شهر این است که تمام قلب‌ها، تمام دل‌ها اشتیاق این شهر را دارند و تمام انسان‌ها بلد الامین را دوست دارند. حتی تمام مسلمان‌ها در قلبشان محبت این شهر وجود دارد. یک قصه به یادم رسید که برادر گفته بود خریستیان ها یعنی نصارا، اهل نصارایی که از اروپا امریکا آمدند به افریقا و خواهر و برادر مسلمانانی که در افریقا زندگی می کنند و فقیر و غمبغل هستند، اونها را به خریستیان دعوت کردند، به اونها پول دادند، خوراک و مال و چیزی دیگر دادند، صلیب را پیشنهاد کردند، دین خریستیان را پیشنهاد کردند و بعد از چندین سال به این انسان ها گفتند، به مسلمان ها گفتند که ای انسان ها، ما چندین سال است که شما را کمک میکنیم، به شما مال دادیم، شما را به دینمان دعوت میکنیم، آیا از ما چیزی میخواهید؟ اگر یگان چیزی دیگر خواهید ما این آرزویتان را برآورده میکنیم. همه این مسلمان ها بعد از 5-6 سال دعوت اونها که به خریستیان دعوت میکردند به یک آواز گفتند ما از شما یک چیز میخواهیم، از شما میخواهیم که ما را به زیارت خانه الله بیت الله الحرام مکه مکرمه ببرید. سبحان الله، سبحان الله. این خریستیان ها آمدند تا که محبتی این خانه را از دل مسلمان ها بیرون بکنند، اما بعد از 4-5 سال دیگر آخرین خواسته اونها، خواسته واقعی اونها این بود که خانه الله را زیارت بکنند، چرا که صاحب قلب این الله است. تمام مسلمان ها عشق کامل به این خانه را دارند و حتی هر کسی که به زیارت این خانه می آید بعد از بازگشتنش باز می خواهد که بیاید، حتی بازگشتن نمی خواهد. یکی از شعرا و یکی از عالم بزرگ اسلام این را یک بیت کردند، گفتند که لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا. حالا میگویند رویتان را از این خانه نگردانیده شما بار دیگر مشتاق این خانه میشوید. در حقیقت همین طور است. خیلی که خودی ما این چیز را مشاهده کردیم. الله همه مسلمان ها را به زیارت این خانه اش نصیب و روزی بکند. و الله رب العزت و الجلال یکی از فضیلت های این خانه را بیان کرده میگوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و طهر بیتی در سوره حج آیه 26. ای ابراهیم خانه من را پاک کن. این فضل خانه کعبه هست که الله این خانه را گفته است خانه من، بیتی یعنی خانه من. برای همین است که در روی دنیا این خانه را خانه الله گفته می شود. و اما بعضی از اماکن است در گرد و اطراف مکه که الله اینچنین پذیرفته است و اختیار کرده است و دوست داشته است، به مانند صفا و مروه، به مانند مینا که حاجی ها به اونجا می نشینند و به مانند عرفه که بهترین اینچنین زمین است، جمرات و دیگر شعائر اسلام. همه اینها مکانهایی هستند در روی زمین که الله دوستشان داشته است و اختیارشان کرده است. اما بعضی از
انسان ها گفتند که یعنی فرق های باطل به مانند معتزله و جهمیه رافضه گفتند که مکه و مینا و عرفه اصلا هیچ فضیلت ندارد. فضیلتی که در این مکان است به عبادت مردم پیدا شده است. اگر مردم به اینجا نروند و در اینجا عبادت انجام ندهند، مکه و عرفه و سعی و مینا مثل دیگر زمین ها یک زمین عادی هست میگویند. این فهم غلط است و این عقیده باطل است و این سخن این چنین متکلم ها است. متکلم یعنی فلسفه و منطق و فلسفیین است که غلط میفهمند. این طور نیست. گرچنده که در مکه و مینا و عرفه و جمرات و سعی و عبادت نشود هم اینجا بهترین زمین حسابیده می شود. افضل ترین زمین است. الله این زمین را برگزیده است. پس ما باید به این چیز هم اهمیت بدهیم و این سخنی که پیشتر بیان کردیم باطل بودن اون را فهمیم که مکه مکرمه با عبادت فضل نیافته است. سعی و صفا و مروه با عبادت فضل نیافته است، بلکه الله این مکان را دوست داشته است. در اینجا کسی عبادت کند یا نکند فرقی ندارد. اینجا بهترین مکان است. خیلی که ابن القیم جوزی بیان کرده اند میگویند و ما ابین بطلان رأی یقضی بأن مكان البيت الحرام مساو لسائر الامکنه. خیلی یک چیزی بیان است، آشکار است. میگویند که سخنی باطل است که کسانی که میگویند که خانه حرام بیت الله الحرام به دیگر زمین ها برابر است و مساوی هست، میگن این یک سخنی باطل است و باطل بودنش معروف است. و یکی از خصائص این مسجد این است که در یک سال میلیون ها انسان به زیارت این خانه می آیند و بعد از آمدنشان تا بازگشتشان عبادت الله را انجام می دهند. پس هر یک عاقل و هر یک خردمند خودش با خبر است که این شهر بهترین شهر است و خودش می داند که دوست داشته ترین شهر در نزد الله این شهر است و الله رب العزت و الجلال هر چیزی را که خواست خلق می کند و از بین آنها هر چیزی را که خواست قبول و اختیار و برگزیده خیش قرار می دهد. پس با همین حلقه پنجم خود را به آخر می رسانیم و در حلقه ششمین خود ان شاء الله تفضیل بین الازمنه، اختیار الله از زمان را بیان خواهیم کرد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.